همان آنهایی که گفتند پروردگار ما الله است، بعد از آن در شریعت او پایداری ورزیدند، در وقت مرگ فرشتگان فرود می آیند و می گویند نترسید از مرگ و غمگین نباشید، بر گذشته شما را مژده است و بهشتی که به شما وعده داده می شد. اما به کسی که از ایمان دور بود دردها آغاز می شوند، اکنون با آنچه که پیشتر رد می کرده روبرو می شود. نه، نزدیک نشوید، از من دور شوید. من ایمان دارم، الله حق است. التماس خواهش. بابا یک فرصت دیگر کجاش نجات دهد. اما دیر شده است و ترس حقیقی اکنون آغاز می شود. مرگ پایان نیست. این تنها گذریش است از یک حالت به حالت دیگر، مثل آن که از یک خانه می برایی و به خانه دیگر می درایی. این آغاز جهانی دیگر است. الله آن ذاتی که هر زمستان زمین را می میراند و هر بهار آن را دوباره زنده می کند. همینطور تمام انسان ها را نیز می میراند تا در روز قیامت آنها را باز زنده گرداند و آن مکانی که ما تا روز آخرت میمانیم برزخ نام دارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند قبر یا باغی از باغ‌های بهشت است یا چقوری از چقوری‌های دوزخ. بله، اکنون تو وفات کردی. جسدی بی جانت را به مرده‌شوی خانه آوردند و در باغ‌های سنگ سرد خواباندند. در انتظار مرده‌شوی. این کفنی تو، اینش تابوتت، همش آماده شد. جسدت را می شویند، کفن می کنند. عائلت در بیرون انتظار است. مادر، پدر، فرزندان هم از گریه چشمانشان ورم کرده بود. حالتی سخن کردن ندارند. اکنون تابوتی تو را می بردارند، به صحن مسجد می برند. با آن دو ایدیوت خبر میدهیم که همسویمان احمد از دنیا گذشت. جنازه بعدی نماز پیشین برگزار می شود. الله وحی را رحم کند. آواز نماز جنازه که تمام عمر میشنیدی این دفعه برای تو است. کسانی که خبر را میشنوند در حیرت میمانند، میگویند او رفت. لحظه سکوت میکنند و بعد به زندگی خود برمیگردند. آدمان صف میکشند برای نماز جنازه تو. سپس تابوتت را برداشته میبرند، این دفعه به سوی قبرستان. قبر الکی کافته شده است. این خانه نوی توست و آن تو را انتظار است. یکی از نزدیکانت به قبر می درآید و با احتیاط تو را به پهلوی راست می گذارد. رویت را به سوی قبله می گرداند. سپس بیرون می شود و تخته ها را می گذارد. با دست خود خاک اول را بر روی تو می ریزد. اولین خاک بر تو ریخته می شود، اما روح همه این را می بیند. همه چیز را می بیند که چگونه جسد شسته می شود، چگونه نماز جنازه خوانده می شود، چگونه تو را به قبر می برند. صدای آدمان را می شنود. هر سخن و وقتی که آنها می روند، حتی صدای
قدمهایشان شنیده می شود. وقتی بنده در قبرش گذاشته می شود و یارانش از نزد او برمیگردند و او حتی صدای پای افضال آنها را می شنود. دو فرشته نزد او می آیند و او را می شنانند و می گویند درباره این مرد یعنی محمد صلی الله علیه و سلم چی می گفتی؟ اگر مؤمن باشد می گوید شهادت می دهم که او بنده الله و فرستاده اوست. و او گفته می شود به جای خود در جهنم نظر کن که الله آن را به جای در بهشت عوض کرد. پس او هر دو جای را می بیند. اما منافق یا کافر می گوید نمیدانم می گفتم که مردم چی می گفتند. او گفته می شود ندانستی و نه پیروی کردی، پس با گرز آهنین زده می شود و او چونان فریاد می زند که هر چیز خیر از انسان و جین آن را می شنود. این حدیث به امتحان قبر اشاره می کند. اول درباره ایمان و شناخت پیامبر. جواب درست نشانه ایمان حقیقی است و ناتوانی در جواب نشانه کفر و یا نفاق است.